شارخ شهری کلاب، پلنگ ازبکستان، نظام دینو ازبکستان، داور محمد جان تاجیکستان ازبکستان. خدا تو اینو دستان شاه یوسف کجا دی؟ شاه یوسف کجا دی آخی؟ کجا دی اطلاع؟ ای کارکنان حفظ حقوق التماس همه پیش کلانکر خالی کنه، همشه کسی باشه برار مردم یه چی بفهمو چی گپای آختا نیستاده مردم نمیفهمد. دوران شید سید جلال خط شمشاد دور رنگ بین سید جلال و شمشاد автомобиль монда будем акай امام دو رنگ شد روزگی هر دوش کتید نیچ چیه حالی دیگه کسته بمونه دو رنگ تندی چوک کرد یا برگل تندی برو مدی همش اشتباهش نگیره همش نگیره یکم بوده بالاستان ای کلوبای ای گرمای ای یونای میگن لیلی گوشتین بگیرن قایدی گوشتین همیه هر دو پلوان ویر اگورید میکنن گفتی یوانیو پگورید میکنن رازی شیدن دورنگای تمام خیلی گپ نیست. بچه جان کلوب فریاد وای برادرها من بهترین پهلوان کلاب زمین شهر کلاب فردوس توقع گرفت یا تبرزگو یا منطقزک یا کلین سفید نیسته میبینیم با میمانه آیتلا کجا دیاخی آیتلا ای مومین آباد نشد نشد فریاد جان نشد şapka. Bak Celal, oluyor musun? Hay bana Nizam Özbekistan Şoruf Kulak Tacikistan Ne böyle duru? Şamşat Hey gelin may Şamşat diyeceğim Kabul Kıdır khit Kıdır پهلوان خوبی دی توری رو بخیج برو خیز نه کیختی مقصد و ایوان شاه یوسف ازبکستان اینوستان چی بود؟ هارو اینوستان چی؟ کل خوگشان کل دوازده هیچ کی هوای یگون پل
آمد شتی کدارتون قوته الله اکبر دعا کن فیدو چی بس گو دو می جوشیدگی الله اکبر خیلی استرال نیست فردوس خواه وای تو گرفتای خیلی ای الله اکبر استرال نموشیش همی جمع فراد رایموف یا استرال نموشی نموشه صد سامانیگه در بولوش عزیز وقش چهار ازبکستان شاهرخ تاجیکستان نظام ازبکستان Хода корку под почта. به دوار نگیره دوار نیست دوار ایجی بیو های بله بروی پایین بروی ورتالت من قد قالت كنت يخد يكرم من نفهم ما بيرتلو بچه جان خطی فریاد دوران کرد های بله روز بینه معرکه رو بینه گشتی نبینه عزتوف آبیدوف اکریم خوش آمده کرامت الله پلنگی فرخار کجا دی آخی کجا دی مقصد کتی ازبکستانی کن شد اینا سوشن کو دادی دوران یا تلویزیون یا دخوفگاه هر خر شغنو ما دوار که مخ بگی نبستی پلنگی فرخر شری نری شغنو دادو آیت الله بهترین پهلوانی ناحیه آوازداری مومن آباد حریفی او لطف الله تیمور ملیک یک تلویزیون یک کالین خدا کنه اقبال که الله اکبر
فیردوس دعا گرفتگی است. فیردوس دعا گرفتگی است. هلو هلو رجوالی پهلوان ای ناحیه آوازدار پنج بهترین حریفی ازبکستانی شاهی سفته غالب آمد برای مرد بچه های رایان دوباره یک کار از زیادیلا جانا زیادیلا رودکی سامان رایانی پنج من بچه ها کفای مادر آشی دیلافروز اینایه رودکی برای پهلوانا 50 پاییزه آش ای دیلافروز ای دخترک ای ناحیه رودکی های بلیا شاهرخ کلاب تاجیکستان نظام دینو ازبکستان یک دیگر حرمت کنید مهمان شاهرخ جان حرمت کنید ای خوشبحالت شاهرخ برادران من سعید مومین و فیردوس در باید برادران برادران استاد محترم انا سخنی راویگی با استاد ما اکی علی شریف حاجی خوشبحالو سپاس و تشکر به همه شما دوستان ارجمند. سپاس به کل مخلصان اشدی گشتین سنتی که امروز تنتنه عید با شکوه در تیبور ملک زینت بخشیدند. توجه میکنیم به معرفی دو تن ابرمرد میدان امروزه دو چهره شناخته گشتین سنتی پهلوان شهردیاری رشتان زمین سعید مومین یک هفتگی به افتخارشون برنده جایزه مسابقات انجام یافته کلاب شهر استاد ورزش درجه بین المللی برنده مدال برنجی مسابقات جامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فیردوس نسیموف شهر کلاب به هر دو سعادت و موفقیت میدان زیبایی گشتین فراست آداب اطوار از رفتار و عمل هر دو شما در میدان وابستگی دارد به هر دو موفقیت سرداور هنرنمایی پهلوانان را و دوش داور صاحب تجربه واگذار کارمندان محترم حفظی حقوق با صمیمیت و احترام خاصه امکانیت برادران پشتگوگر شما زیر محترم حفظی حقوق با صمیمیت و احترام خاصه امکانیت برادران پشتگوگر شما زیر پا نکنید منطقه رشت هم توجه مخصوصی قناعت شاه لایق زاده هم به هنر و متانت پهلوانان زیاد بود و این را ما در ناحیه رشت در سالهای قبلی در تنتنه های نوروز باری دیگر احساس میکردیم و ما از پهلوانانی که امروز در میدانند از مرکز دقت آن همان مسئولین دور نبودند سعید جلال و سعید جمال و قدردانی میگردیدند امروز هم میدان تیمور ملک همین عنعنه را ادامه میدهد شاهرخ و پهلوان ازبکستانی قوا آزمایشان اندک داور تیزان زبیدوار کارش به ترتیب درست مخلصان ناحیه خوالین جماعت دهات شگنو که در سه گشتین آخری میدانهای با شکوه نوروز این ساله درخشید با کرامت الله
پهلوان ناحیه فرخار رقابت دارد. در گلم دیگر آیت الله قمر و حریفش باید پهلوانان دیگر آیند. طبق نوبتی یک چوریبوز، یک یختون، یک ادیان دیگر، 3 مکافات در طبق نوبتی میدان امروزه. معروف شما باندین اونجا بیو. هنرنمایی پهلوان حاجی مشرف رحمانوف دیدیم، نماینده جمهوری تاجیکستان. شما بدون هیاهوی یک کفتوبی صمیمانه میکنید. حاجی مشرف رحمانوف جمهوری تاجیکستان، سابق پهلوان جمهوری ازبکستان، مدعیان برای طبق نوبتی میدان امروزه 4 بوس، 1 یختون، 1 ادیان. به هر دو سعادت و موفقیت میدان. انا همون هنرنمایی که در دیدار اول کرده، جاذبیت میدان، هنر صنعت والای دوستین ملی را هم به مردم نشان دهید. آمین. تشکر.